Bismillah. Avvalo salom alaykum با آقای محیدین کبیری. بعدم با دیگران. راستی اوشو پیش آمدم همچو کلی نیو همچو یک فرزند. حتی گفتم تان که یک مشکلی دارم. نزد شما بیام گفتم یا پیشی امام علی رحمانوف رو شما را گفتن همچو پدر خوب کردی اول پیش ما اومدی. وجدانم راستی مرا اول پیش شما آوردک چون باور داشتم که بعضی کارا را پیشگیری میکنن و نمیگذارن که ای حد بگذره. و شما خوب فهمیده بودین که او آمدنی ما یک آگاهی بود و شما را خواستین دهنی مرا برای بعضی گپانا برای بستن خواستین تکلیف کردین که مدار تا انده به اروپا میاریم خواب کن. او یک آگاهی بود تا که این شرمندگی امروزه که از ما برامدم در ایجا گپ زدستم نشوه و آینده اما اید زیاد شرمندگی نشوه گفته ایدیم آگاهی خواهد شد. وقتش نیومده که بعضی حقیقت‌ها را تا یک جایی بعضی ها بفهمن. برای واضح‌تر شدن موضوع مجبورم کم ترک به گذشته بر بگردم و چه خیلی به نهضت یا پیچیدن منو بفهمانم.